یه سوال، چی میشه که هر 4 سال یه بار تقریبا کل دنیا یه جور دیگه میشه؟ خیابونای بعضی از کشورها خالی میشن، آدما نصف شب بیدار میمونن، بعضیا مرخصی میگیرن، بعضیا از خوشحالی گریه میکنن و بعضیا از ناراحتی، فقط به خاطر یه توپ، فقط به خاطر فوتبال. اما شاید عجیب ترین قسمت داستان این باشه که این رویداد عظیم یه روز فقط با 13 تیم شروع شده. نه میلیاردها بیننده داشته، نه استادیوم‌های میلیارد دلاری و نه حتی همه کشورها حاضر بودن تو شرکت کنن. خیلی‌ها میگفتن این ایده هیچ آینده‌ای نداره، ولی امروز جام جهانی بزرگترین رویداد فوتبالی روی زمینه. پس این همه داستان از کجا شروع شده؟ اوایل قرن 20 فوتبال مثل آتیش داشت توی دنیا پخش میشد، توی خیابونا، مدرسه‌ها، کارخونه‌ها، همه جا. ولی یه سوال بزرگ وجود داشت، بالاخره بهترین تیم ملی دنیا کیه؟ اون زمان فوتبال توی المپیک برگزار میشد، اما همه راضی نبودن. اینجا بود که یه مرد فرانسوی به اسم ژول ریمه وارد داستان شد. یه رویای عجیب داشت، میخواست کشورهای دنیا فقط برای فوتبال دور هم جمع بشن. امروز این حرف عادیه، ولی اون موقع تقریبا دیوونگی بود. بعضیا بهش میخندیدن، بعضیا هم میگفتن مگه میشه یه تیم فقط برای فوتبال از این سر دنیا بره اون سر دنیا؟ بعضیا میگفتن این کار خیلی گرونه، یه عده هم میگفتن اصلا مردم نگاش نمیکنن. ولی ژول ریمه ولکن نبود. سالا دوید، جلسه گذاشت، التماس کرد، قانع کرد و بالاخره دنیا رو راضی کرد. 13 جولای 1930 بالاخره اولین جام جهانی تاریخ شروع شد. میزبان کشور کوچیکی به اسم اوروگوئه. چرا اوروگوئه؟ چون اون زمان یکی از قدرت‌های فوتبال دنیا بود. 2 بار قهرمان المپیک شده بود و تازه داشت 100 سالگی استقلالش رو جشن میگرفت. اما یه مشکل بزرگ وجود داشت. اون زمان خبری از هواپیماهای امروزی نبود. اگر یه تیم اروپایی میخواست به اوروگوئه بره، باید نزدیک 3 هفته روی اقیانوس میمون. برای همین خیلی از کشورهای اروپایی اصلا نیومدن و در نهایت فقط 13 تیم شرکت کردن. فقط 13 تیم. امروز حتی بعضی از لیگ‌های داخلی کشورها بیشتر از این تعداد تیم دارن، اما همین 13 تیم داشتن تاریخو میساختن. جام جهانی برگزار شد و فینال رسید. اوروگوئه در مقابل آرژانتین، 2 همسایه، 2 رقیب قدیمی. استادیوم پر شده بود، بیشتر از 60,000 نفر اومده بودن. آرژانتین توی نیمه اول جلو افتاد، همه شوکه شده بودن، اما میزبان تسلیم نشد. برگشت، گل زد، دوباره گل زد و در نهایت 4-2 پیروز شد. اولین قهرمان تاریخ جام جهانی اوروگوئه. احتمالاً هیچ کس توی اون استادیوم حتی فکرش هم نمی‌کرد یه روز میلیاردها نفر این مسابقات رو تماشا کنن. بعد از موفقیت اولین جام جهانی فوتبال داشت رشد میکرد. 1934 ایتالیا میزبان شد، خودش هم قهرمان شد. 1938 فرانسه میزبان شد، ولی بازم جام و ایتالیا برد. به نظر میرسید هیچی نمیتونه جلوی جام جهانی رو بگیره، اما یه اتفاق ترسناک افتاد. جنگ جهانی دوم و یهو همه چیز متوقف شد. جام جهانی 1942 برگزار نشد. جام جهانی 1946 هم همینطور. 12 سال هیچ جام جهانی وجود نداشت. استادیوم‌ها خالی شدن. بازیکن‌ها به جبهه رفتن و فوتبال مجبور شد صبر کنه. سال 1958 سوئد یه پسر 17 ساله وارد زمین شد. اسمش پله. تقریبا هیچ کس نمیشناختش، اما چند هفته بعد تموم دنیا اسمشو حفظ کرده بودن. برزیل قهرمان شد و پله به جوان‌ترین قهرمان تاریخ جام جهانی تبدیل شد. بعدها برزیل دوباره قهرمان شد و دوباره. امروز برزیل با 5 قهرمانی پر افتخارترین تیم تاریخ جام جهانیه. جالبه بدونی برزیل تنها تیمیه که در تمام دوره‌های جام جهانی حضور داشته و حتی یه دوره رو هم از دست نداده. سال 1986 میزبان مکزیک، اولین کشوری که برای دومین بار میزبان جام جهانی شد. اما این جام یه ستاره داشت، دیگو مارادونا. توی بازی مقابل انگلیس اول با دست گل زد، گلی که هنوز همه بهش میگن دست خدا. اما چند دقیقه بعد از وسط زمین راه افتاد، 5 بازیکن رو دریبل کرد و یکی از زیباترین گل‌های تاریخ فوتبال رو زد. آخرش آرژانتین قهرمان شد و مارادونا تبدیل شد به افسانه. سال
1978 ایران برای اولین بار به جام جهانی رسید. اما شبی که بیشتر ایرانی‌ها هیچ وقت فراموش نمی‌کنن 21 ژوئن 1998 بود. جام جهانی فرانسه، ایران مقابل آمریکا. قبل از بازی بازیکن‌ها به هم گل هدیه دادن. فضای عجیبی بود. بعد حمید استیلی گل زد. چند دقیقه بعد مهدی مهدوی کیا با یه فرار تماشایی گل دومو زد. ایران برد. اولین برد تاریخ ایران تو جام جهانی. اون شب خیابونای ایران پر از آدم شد. شاید برای اولین بار ایرانی‌ها فهمیدن فوتبال فقط یه بازی نیست. امروز جام جهانی دیگه فقط یه تورنمنت فوتبال نیست. بعضی از کشورها میلیاردها دلار خرج میکنن تا میزبانش بشن. استادیوم میسازن، فرودگاه میسازن، مترو میسازن. بعضیا سود میکنن، بعضیا هم سالها با بدهیاش درگیر میمونن. مثلا برزیل تو سال 2014 با وجود برگزاری یکی از بزرگترین جام‌های تاریخ با اعتراضهای گسترده مردمی روبرو شد. اما با این همه کشورها هنوز برای میزبانی جام جهانی رقابت میکنن، چون میدونن برای چند هفته چشم تموم دنیا به اونا دوخته میشه. اما تو فکرشو بکن، جامی که از 13 تیم شروع شد الان به 48 تیم رسیده. از سفرهای چند هفته‌ای با کشتی به استادیوم‌های میلیارد دلاری رسیده. از رویای یه مرد فرانسوی به رویدادی که میلیاردها نفر تماشا میکنن. شاید به همین دلیله که هر 4 سال یک بار دنیا دوباره بچه میشه، دوباره رویا میبینه و دوباره عاشق فوتبال میشه. من امیررضا بودم و این رد پا بود، چون هر رد پا یه داستانی برای گفتن داره.